خب خوش اومدید به چنل متین قول. آقا ایشون هم اون پارسا ادیتور و دوست خوب آقا امروز کلا ویدیومون وایبش فرق داره. میخوایم چیکار کنیم؟ رفتیم یه دونه فایل گرفتیم از یه آقای مذهبی روحانی همچین چیزی که چی؟ این فایل احضار میکنه و احضارش واقعیه و قرار شد ما بچه‌ها بریم یه قبرستون. به ما گفتش که توی قبرستون میشه انجام شد. بعد گفتیم چه تایمی؟ گفت دم غروب شب. و توی مثلا قبرستون عادی خب شب که ما رو راه نمیدن، باید بریم یه قبرستون متروکه. این قبرستونم توی سمت جاده طلو هستش. میخوایم با متین اولش توی روز میریم ولی کارمون رو شب شروع می‌کنیم که هم شما محیطش رو ببینید هم احضار کنیم. هم احضار. آقا ما خودمون به این چیزا اعتقادی نداریم. آره. به نظرمون چرت و پرته ولی حالا میریم ببینیم چیه. کلا ولی وایب قبرستون هم خطری ترسناکه. بچه‌ها واقعا قراره کار یه خورده ترسناک کنیم. به نظر من تو یوتیوب تا حالا کسی اینجا نرفته. یعنی تو یوتیوب فارسی من ندیدم کسی این لوکیشن رفته باشه، چون در کل جای خوفیه حاجی. خطری هم هست. یعنی اصلا اینم بهتون بگم ما رو راه نمیدن اصلا اونجا. ما قراره یواشکی بریم. خب آقا محیطشو که دیدی؟ اینجا روستاشه. ورودی روستا اونوره، یعنی از اونجا میرم بالا. قبلا از این ور راه داشت میخورد به این ور که قبرستونه. اینجا هم یکم محیطش خطرناکه، ما میترسیم بیان گیر بدم بهمون، ولی اگه بیا اینجا بسته بود ما باز کردیم دو هول دادیم، اون تنش هم قفل داره اگه نگاه کنی با کلی مشقت. بعد میخوایم بریم پایین دیگه. الان ظهر غروبه یعنی تقریبا، تا بگیریم ببینیم چی میشه. ببینیم چه خبره. بریم ببینیم چی میشه. فقط یه سری نکته ها رو میخوام بگم. قبرستون طلو شما توی اینترنت اگه بزنید که الان من با گوشیم بهتون نشون میدم، هر چیزی راجع به رمز و راز شما سرچ کنی هیچی نمیاره. یعنی پاک اطلاعاتو. حالا ما دلیلش رو نمیدونیم. من خودم هم خیلی سعی کردم برم بالاش، یعنی تا حالا تا اینجاها هم شده بیام، یا مثلا گیر دادن یا مثلا هر داستانی، چون اصلا محله دوست ندارن کسی اونجا بره. داستانش هم ما نمیدونیم چی. بعد یعنی قبرها رو خالی کردن. آره قبرها رو چند سال خالی کردن. یه 50 60 سال هست دیگه اصلا هیچ مراسم تدفین اینجا صورت نمیگیره. فقط تنها سایتی که یه چیزی راجبش هست اینجا نمیشه. میگه یکی از ساکنان اینجا نمیشه، یکی از ساکنان همین قبرستون حدود چند سال پیش همه قبرها سنگ داشتن، اما یه شب یه گروه ناشناس اومده اینجا سنگا رو شکسته و برخی رو تو کنده بوده. حالا این گروه ناشناس بوده جناب میلیتری. فقط یه قبر تو این قبرستون باقی موندهش که روش نوشته های ارمنیه. میگه صاحب قبر فقط 35 سال عمر کردش. هیچ چیز معلوم نیست. چرا فقط یه آدم 35 ساله‌ای که به اصطلاح جوانمرد شده فقط قبرش مونده. اونم متین رو داریم که امروز 6 میزنه یکی هستیدن یه خورده حالا نامساعده. حالا روی واقعا نامساعده. و اینکه ببینیم چی میشه دیگه، چی در انتظار. به به. بچه‌ها همین الان اون 206 که می‌بینید داره اون جاده خاکی رو میره بالا، اومد به ما تذکر داد ماشینمون رو بذاریم بیرون، چون دارن اون در گیت ورودی که وا کردیم و دارن میبندن. الان ما داریم ماشین رو میذاریم بیرون، دوباره پیاده بیان فیلم بگیریم. یه جوری دزدکی دوباره برگردیم. تقریبا انداخت بیرون. آره عملاً انداخت بیرون. حالا باید ببینیم میتونیم باز بیایم تو یا نه. بازگشتی هم ما رو یارو گفتش که بریم پایین، یعنی تقریبا بیرونه بود. بعد به بچه‌ها گفتیم مثل که 7 و 20 دقیقه اینا غروبه. ما گفتیم یه 10 دقیقه 15 دقیقه وقت داریم بریم پایین یه چیزی بگیریم بعد بریم بالا. ولی جدا از اینا میخوام اینو بهتون بگم چند تا سوال تو ذهن ما مطرح شده. اصلا این طرف کی بود به ما اخطار داد؟ بعد اومد همون طرفی که پارسا باز کردیم بست. بعد طرف کلی منتظره یه ماشین دیگه هم اونجا بود که اون بره. اصلا این به این فکر نبودش آقا ببندم برم. آره دنبال ما که اونم بکشه بیرون یه جوری اصلا اینجوری کاملا خالیش کنه. آره. بعد من توی خودم هم اینجوری وایب اینو دارم. من خودم اینجا خیلی دوست داشتم برم بالاش.
یه 3-4 باری هم سعی کردم هر یه دفعه بارم نه اومد با من بودی. یه بارم با متین اومدی ماشینم خراب شد بچه‌ها، کاتالیزورش کاملا ذوب شده داخل، نمیتونست بره بالا بیشتر از 10 نتونستیم کیلومتر. بریم. الان هم نمیتونی، یعنی الان هم دیدید که نتونستیم بریم. آره. یعنی برگشتیم دوباره. حالا ما باز به خاطر یوتیوب و کانتنت و همه چی اینا برام خیلی واقعا جالب شد. بالا چیه؟ آره میخوایم بریم ببینیم چی میشه. هر چی باشه 10-15 دقیقه دیگه ببینیم میریم چه جوری هستن اونجا. مهمترین سوالی که الان برای ما پیش اومده اینه که چرا یه قبرستون متروک رو الان خالی خالی کرد. و چرا انقدر روش مانور میدن که خالی آره. باشه اونجا؟ واقعا چرا مثلا یه یه آدمی چیزی باید داره قطعا ساعت دیگه. 7 و مثلا ساعت نزدیک 7 که دقیقاً نزدیک که غروب غروبه. میشه بیاد بگی برید بیرون. خب به نظر من یه داستانی داره. یه چیزی اونجا. حالا ما یه 10 دقیقه دیگه میریم بالا ببینیم چی میشه. انشالله که زنده بیرون میایم. منو بده بالا ما رو میگیره. داره اون منو میگیره. همین داره ما رو میگیره. اینجا بستم. بالا بریم پیاده میریم. بیا. خیر بگذره. دیگه آقا اینجا یه ماشین اومد، بعد یارو اومدش رفت تا اون بالا، علی بگیر اون بالا هم قبرستون، بعد یه دونه عکس گرفت بود گوشیش، نمیدونم چی بود، بعد رفت شما رو ببین ریدم. چی بود؟ همین بغل بود آجی، ریدم. چی ببین نگیم و این الان همینجوری ترسیده. من خودم الان ترسیدم. آخه من ریدم یه لحظه. چی بود صدا اینجا؟ چی بود آجی؟ نمیدونم. چی بگیم الکی نبود واقعی؟ چه گودالیه؟ چرا اینقدر گود آخه؟ این که اینقدر گوده عجیبه. نمیدونم بیکته میزنه. آقا بگیر. آقا ساعت غروبه ولی دقیقا غروب ساعت نشده. غروبه ولی هنوز هوا روشنه. ولی نمیدونم یه جوریه. اصلا می جالبی چیه؟ این برای بگیر این روستاست. آره روستاست. نگاه کن اون جاده رو میبینی؟ یه سر رو جاده زوم کن. جاده ادامش انگشت من توش. جاده ادامش میومده پایین، میومده به این قسمت، یعنی از تو شهر راه داشته. درسته. ولی الان بستن جاده رو. میبینی؟ امتداد جاده میشد همین قبرستون. جاده خیلی علی همون بر بگیر ببین ما کجا ببین ما از اونجا اومدیم همون بالا رو بگیر هنوز اینقدر هنوز مونده. راه داریم. نمیدونم اینجا چیز عجیبی داره. احساس می‌کنم زندگیم بعد رفتن به اینجا. حاجی صلیبا رو بگیر. صلیبا بچه برای اینجا اومدیم. قبرستون مسیحیاست دیگه. یه منو بیاد. خب بالاخره بالا. بالاخره رسیدیم بالا. بیا ببین بیا بهت نشون بدم کجا اومدیم. همون یه پاسارش نوشته داره. ببین کجا اومدیم. بگیر. اون پایین اومدیم. خب بگیر چقدر بالاییم. نمیدونم به چه زبانی. فکر کنم ارمنی باشه. ارمنی باید باشه ولی مفهومی نداره. بیا بغل که صلیبا وایسی. چه؟ بچه هیچ کدوم اسم نداره. 1882 یعنی خیلی قدیمه این قبرستون. آتیش دوباره آتیش. قبرایی هم که همه خرابه. اینجوری ترسیم. چرا چادر سیاه؟ چادر سیاه سوخته. سیاه. تو ارتفاع یه لحظه بگی بده من. چادر سیاه تو این ارتفاع ببینید تو کوه چه منطقی داره نمیدونم. بگیر ببین اون صلیبه از همه سالم‌تر اون صلیبه چرخش بده. من همش هم نگرانم اینکه بیاد. حالا آخه بعد از اون که بیرونمون کردن از اینجا واقعا خیلی عجیبه. خوب بچه سرخ پوچی میده پایین. آره از همینجا هم برداشتیم. بله این قبره بچه. قبره اصلا مشخصا این قبره. خالی کردم. قبر سنگچین نداره خالیه. ترسناکه این محیط خیلی ترسناکه.
قبر خالی شده، یعنی تقریبا میتونم بهتون بگم تو فیلم و سینما می‌بینیم اینجا داریم ما الان قشنگ با چشمیم، شما هم دارید می‌بینید. این سنگ ترک لغ می‌زنه. یکی دیگه قبر. این خیلی عمیقه دیگه. وایسا بچه‌ها ببینیم چی نوشته. پاس این نوشتهش واضحه. نه 45 1910 1955 بچه‌ها. ولی سالم ترینشه این ولی قبر سالم ارمنیه. این قبر سالم ترینه، این قبر یه خالی. نوشته هم رو صلیبش هست بگیر. اینم بیا. اینا رو دیگه اگه تونستید تو کامنت ها بهمون بگید که آقا اینجا چی نوشته. هر کلاغ. دیگه داستان این قبل نیست. کلاغ نشونه خوبی نیست. وایسا این سنگ صبر نگاه. این سنگ یه تیکه است. حتی روش هم یه حالت روش صلیب علامت صلیب داره و سنگ شکسته. سنگ شکسته. تاریخ سنگ هم نگاه کن، تاریخ 35 سال. 1900 تولد 1930. آره یه دست بزن. خیلی داغه. وسطش هم گرم‌تره. داغ نیست. نه بیا پاس. آره این ساعت خیلی عجیبه که اینقدر داغه. بذار حاجی دستتو اینجا بزن، اینجا هم بزن. تفاوتش این رو بگیر. اینجا خیلی معمولیه ولی اینجا خیلی داغه. چرا اصلا اینقدر داغ هستن؟ پارسا انگار یه صلیب بوده درشو بردن. آره بالای این یه صلیب بالای قبر معمولا چون میذارن. برداشته شده. نمیدونم چی شد. الان تو جاده خب میدونم فلاشر میزنن. اینو صلیب چیه؟ میتونه باشه. نماد باشه. چرا قاب باز دادی؟ بعد این سنگ وسطش. این سنگ برش خورده. وایسا برش این سنگ نکنه این وسط این بوده. یعنی بس بودن به هم. آره این سنگ برش خورده. قشنگ مشخصه. برشش کاملا برش. مشخص مربعی. این هم همون مربع تقریبا. همون مربع. حالا یه چیز نکته جالب بگم. هیچ کدوم این قبر پر نیست فکر کنم. یک سریال خاصشون پره و ما نمیدونیم مثلا این پره یا این خالیه. معلوم نیستش. تنها چیزی که میدونیم اون سالم است. اصلا چرا در آوردن این سریال رو؟ واقعا چیزی سواله زیرش برام. مونده احتمال 5 دقیقه دیگه هوا خوب بشه. ما فیلمشو میگیریم 5 دقیقه وای میستیم فیلمش بریم، چون اینجا اینقدر اصلا عجیب بود ما گم کردیم کارمون چی بود. وای بشه خورده آره، زیادی. یه 5 دقیقه دیگه شروع میکنیم به کار اصلی. وایسا. ببین یه قبر بوده، یعنی تا اینجا امتداد داشته، درسته؟ یه تیکش رو خواسته بکنه. چرا؟ نظر تو چیه؟ والا چی بگم والا؟ من نظرم اینه که یه چیزی توش بود خواسته در بیاره. غیر از این هیچ ایده دیگه نمیشه باشه اصلا. چرا فقط یه قسمت خاص قبر رو باید بکنه؟ یه چیزی دیدم میخوام بهت نشون بدم. بیا یکم بدون جلو. این استخونه. نه دستت فقط نخون. استخون مرده رو دست بزنی نفرین شده است. یعنی چی؟ نفرین میشی. دست بهش آقا نزن نزن. به استخون مرده دست دادن نفرین میشی. آقا همونطور که میبینید شب شدش. ما میخوایم به خاطر چیزی که اومدیم بریم براش. آره بریم. بارون هم میخوره که بریم براش. سرکاریه نه؟ فعلا که چیزی ندیدیم ما. لکیه بابا. یه ذره خوفناک هست. آره یکم دوروور خوف داره شبه، هم گرفته تازه. فکر میکنم ولی فکر کنم سر کار رفتیم. سرگار بودیم. مصنوعی است. حاجی واقعی بود. وای صدا چیه؟ ما نمیشه. بسته است. ماک بگیری؟ باز شد. ایش. حاجی ریدم. حاجی چی بود دوست داد؟ شوخی جدی میشه دقیقا همین حاله. دوباره که چیزی گفت من از اون پشمام ریخت. گفتی چی؟ شب 14 است بابا الان ما کامله، یعنی 14. یعنی حتی اگرم اعتقاد نداشته باشی دیده بود چند تا فیلم دیده باشی الان تو این زمان جنگیری میکنن. شب گوهی خوردیم.
وای بریم تو